فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان در حمایت از اعتراضات سراسری ایران. همزمان با ورود موج جدید اعتراضات سراسری در ایران به 10مین روز خود، 7 حزب سیاسی شرق کردستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در کردستان در روز پنجشنبه 18 دی ماه 1404 شدند. در این فراخوان اعتراضات جاری به عنوان نوعی آشکار، رسا و همگانی به کلیت جمهوری اسلامی توصیف شده که در واکنش به دهه‌ها سرکوب، تبعیض، انکار حقوق ملی و فرهنگی و نقض گسترده کرامت انسانی شکل گرفته است. به گفته امضا کنندگان، هدف اصلی این خیزش‌ها در ایران و کردستان دستیابی به آزادی، بازگرداندن کرامت انسانی و پایان دادن به سیاست‌های حذف، به حاشیه‌رانی، کشتار، ترور و تبعیض ساختاری است. در بخش دیگری از این بیانیه به نقش تاریخی کردستان در 47 سال گذشته به عنوان یکی از کانون‌های اصلی مقاومت و آزادی‌خواهی علیه جمهوری اسلامی اشاره شده و تأکید شده است که جنبش ژن، ژیان، آزادی، زن، زندگی، آزادی، حکومت را با بزرگترین بحران مشروعیت داخلی و بین‌المللی خود روبرو کرده است. همچنین گسترش اعتراضات به مناطق جنوبی کردستان نشان دهنده تداوم و پویایی این خیزش ارزیابی شده. امری که به گفته بیانیه با سرکوب شدید و تکرار جنایت‌هایی چون آنچه در ملکشاهی رخ داد پاسخ داده شده است. احزاب امضا کننده سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات، بازداشت معترضان و برخورد امنیتی با مطالبات مردمی در سراسر ایران به ویژه در مناطق کرمانشاه، ایلام و لرستان را به شدت محکوم کرده و اعلام کردند که اعتصاب عمومی پیشنهادی در راستای حمایت از اعتراضات سراسری و اعلام همبستگی با مردم این مناطق برگزار خواهد شد. در پایان این بیانیه از تمامی احزاب سیاسی، جریانها و سازمانهای جامعه مدنی در ایران و کردستان خواسته است با همصدایی و اتحاد موضعی مشترک در برابر آنچه جنایات جمهوری اسلامی خوانده شده اتخاذ کرده و به این فراخوان بپیوندند. به گفته امضا کنندگان، اعتصاب عمومی پیشرو تأکیدی دوباره بر مطالبات بنیادین مردم کردستان شامل آزادی، برابری و حقوق ملی است. این فراخوان به امضای احزاب و سازمان‌های زیر رسیده است: حزب آزادی کردستان، حزب حیات آزاد کردستان، سازمان خبات کردستان ایران، کمله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، کمله زحمتکشان کردستان، کمله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان. اینجا کمه اینجا کمه اینجا کمه اینجا کمه